بعضی از آدما هستن که وقتی خودشون رو میشناسن میبینن توی هیچ کاتگوری جا نمیگیرن. این آدم‌ها احتمالاً جزء یکی از این سه تا دسته هستن. سلام، توی این ویدیو کوتاه میخوام خیلی سریع و مختصر بهت بگم تفاوت پلیمث، جینیس و مولتی پتانسیالیست چیه. خب خیلی از آدما مثل آدمای دیگه معمولی و اینطوری کار نمیکنه ذهنشون که به یک رشته رو بخونن، یک کاری رو انجام بدن و توش متخصص بشن. ذهنشون اینطوری طراحی و ساخته نشده و هرچند تعدادشون کمه اما این میتونه خیلی اثرگذار باشه دونستن این نکته که تو گاهی یکی از اینها شاید باشی و اینکه اینو ندونی باعث میشه تو خودتو مقایسه بکنی با بقیه و فکر کنی عقب‌تر یا جلوتر یا هر کدوم از اینا هستی. قبل از هر چیز من باید بگم تمام آدم‌ها ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی دارن و تمامشون ارزشمند و خفن هستن. توی این ویدیو میخوام 3 تا از مدل‌های ذهنی رو و توانایی‌هایی که انسان‌ها به واسطه اون به وجود میارن توی این دنیا رو بهتون توضیح بدم. خیلی خوب، خیلی سریع میریم سراغ پلیمث. افرادی هستن توی این دنیا بهشون میگن پلیمث. لئوناردو داوینچی بهترین نمونه پلیمثه. ببینید توی نقاشی مستره، توی ستاره شناسی مستره، توی فیزیک مستره، توی ریاضی، توی معماری. کسی بوده که اون زمان بهش سفارش دادن سیستم لوله کشی آب اون شهر فکر کنم ونیز رو طراحی بکنه. اصلا وقتی توی کارنامه‌اش نگاه میکنین یعنی از ابتدا کشاورزی میکردن پدر و مادرش، بعد حسابدار بوده، بعد رفته یه جای دیگه و توی تمام اینها مستر شده. خب بهش میگن پلیمث، کارهای مختلفی و توش اکسپرته، توش متخصصه. این از پلیمثه. بعضی آدم‌ها جینیس به دنیا میان. جینیس این نابغه. آلبرت آینشتین بهترین نمونه جینیسه. این آدم جینیسه در یک زمینه مشخص نابغه است و اون رو به سطح اوج و توانایی میرسونه و افرادی از این دست زیاد هستن که خودتون میشناسید و زیاد سخت نیست شناسایی اینجور آدم ها. اما دسته سوم مولتی پتانسیالیست، این دسته واقعا دسته هستن که بی‌نظیره، چون خودم جزشون هستم. اما چرا؟ من به خاطر خودم نمیگم، نه بی‌طرفانه الان بهتون میگم. مولتی پتانسیالیستا نمونه‌ای که ازش میتونیم پیدا بکنیم، قبل از اینکه به نمونه انسانیش بپردازم میخوام تصور بکنید چاقوی سوئیسی چجوریه. چاقوهای سوئیسی چنگکاره رو اگر دیده باشید، لزوماً یعنی لزوماً این چاقویی که سوئیسی هست بهترین تیزترین چاقو نیست، تیزترین اره نیست، تیزترین دربازکن، بهترین دربازکن نیست، اما یک چاقوی سوئیسی در همه جا به کار میاد و واقعا یک مدل وسیع و جامعی و بهت خیلی کمک میکنه. اما حالا مولتی پتانسیالیست یا چند پتانسیلی چیه و تفاوتش با پلیمث، جینیس و افراد عادی چیه؟ این آدم ها لزوما در زمینه ها متخصص نمیشن. اینها از هر چیزی میدونن، دامنه کاریشون بسیار وسیع‌تر، تفکر واگرایی دارن، یعنی بین رشته های زیادی حرکت میکنن و جنرالیست هستن. اگر تو رفیق جزء این دسته از آدم‌ها هستی، مثل من یک زمانی خیلی قصه می‌خوردم چرا نمیتونم مثل آدم‌های عادی زندگی بکنم، مثل بقیه کار کنم، یه رشته‌ای که توش خوبم پیدا کنم، توش پول در بیارم، زندگی عادی. اما ما برای خیلی فراتر از اینها ساخته شدیم. ده‌ها مهارت مختلف رو با هم دیگه دارم، ولی به این معنی نیست که توش اکسپرتم، توش متخصصم. این به چه کار من میاد؟ افرادی مثل ایلان ماسک رو اگر که دنبال کرده باشید، ایشون بازی کدنویس بوده، بازی نوشته، بعد رفته فیزیک خونده، بعد رفته راجع به موشک و اینجور چیزا کار کرده، راجع به سولار پنل های خورشیدی، راجع به خونه، راجع به ساخت و ساز، راجع به ماشین. و این آدمیه که در تمام صنایع وارد شده و توی تمامش هم موفق بوده. این آدم مولتی پتانسیالیستیه، چند پتانسیلیه و اگر که تو جزء این دسته از آدم‌ها هستی خوشحال باش، قدردان خداوند، سپاسگزار خداوند باش، و اگر نیستی باز هم خوشحال باشون. در کنار این که خیلی جذابه به نظر، این که همه چیزو بدونی و خیلی راحت خودت همین کار رو بکنی، اما چالش‌های خیلی سنگینی داره. این که تو نمیتونی مثل بقیه یک نقطه، مثلا اگر که تحصیلاتت راجع به روانشناسی فقط به روانشناسی اون زمان فکر کنی، نه به چندین و چند تا، حتی شاید مثلا به یک آدم مراجعت از دید ریاضی نگاه بکنی، دید فلسفی نگاه بکنی و نمیتونی
احتمالش خیلی کم بتونیم در شغل‌های عادی کار بکنیم. خیلی باحال بود، دوست داشتم این رو باتون در میون بذارم. خیلی ایده باحالیه، ایده در واقع میشه گفت ایده باحالیه این قضیه که میخوام بگم، که هر کسی اول خودش رو بشناسه و بعد بر اساس اون توانایی‌هاش اقدام بکنه. اگر که جزء یکی از این 3 تا دسته هستی، خوشحال باش، لذت بخش زندگی، شاید حتی بیشتر از بقیه، و ادامه بده مسیرتو. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا این ویدیو همراه من بودی. حتما لایک، سابسکرایب و این کارا رو بکن. من اینجا راجع به توسعه فکری صحبت میکنم، راجع به این صحبت میکنم که دیدگاهمون رو نسبت به اتفاقات منطقی تر از دیدگاه‌های مختلف و علمی تر بررسی بکنیم. اینجا این ادوایس و من هم عرفان ترابی هستم. خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. فعلا خدا نگهدار.